ششمیای عزیز، سوالای سود رو یک بار برای همیشه یاد بگیر تا اشکالت برطرف بشه. سیوش کن، لایکش کن، برای دوستاتم بفرست تا اونا هم اشکالشون برطرف بشه. خیلی راحت حل میشه، انقدر سخت نگیرید. فروشنده ای کالایی رو 3 میلیون تومان میخره و میخواهد 8% سود روی اون بکشه و بفروشد. میخواهد با 8% سود بفروشد. خریدار چقدر باید پرداخت کند؟ خب وقتی که سود میکشه سرش، معلومه که خریدار باید قیمت بیشتری رو پرداخت بکنه دیگه. خب به جای 100% چقدر باید پرداخت کنه خریدار؟ چون 8% میخواد سود بکشه روش، میگیم باید 108% بپردازه. 108% چقدر؟ 3 میلیون تومان. پس میام 3 میلیون تومان رو ضرب در 108% میکنم، به همین راحتی. خب میتونید ساده کنید، 2 تا صفرشو با این 2 تا صفر بزنید، این عدد ضرب در 108 بشه، میشه 3,240,000. یعنی به جای 3 میلیون تومان که اون خودش خریده، 3,240,000 تومان فروشنده باید از خریدار دریافت کنه، به همین راحتی و تمام.